بیایید با هم دیگه یه سری ضد آفتاب ایرانی و چه رنگی چه بیرنگ نقد کنیم. تو دسته ضد آفتابای رنگدار این برند اسمش درمومدیک، امیدوارم که اشتباه نگفته باشم. اولش که میزنین یه کاور باحالی داره ولی رو پوست که میمونه بعدش پشی میشه و اینکه بو میده، بو الکل میده. I don't like it. برند لافارره که من هم رنگ دارش رو استفاده کردم. SPF 40 داره، کاور معمولی داره، ولی بچه ها من بیرنگشم استفاده کردم چون تموم شده الان ندارم. بیرنگشم یه بو نامطبوعی داره، SPF 50 داره، رد سفیدی هم نداره. بعدی از برند مای هستش که خیلی رقیق فلویدی هستش، بیشتر برای تابستون من اینو توصیه میکنم و رد سفیدی هم اصلا نمیندازه. برای افرادی که پوست خشک دارن خیلی اوکی تره. اینم برند پیکسل هستش، اینم بچه ها فلویدیه و میبینید رقیقه. اینم رد سفیدی نمیندازه، بو نامطبوع هم نداره. اینی هم که من گرفتم مخصوص پوست خشک و برند ایزینو داریم که این مدل فیوژن واتر پرو هستش. من اینو خیلی دوستش داشتم به دلیل اینکه اصلا بو نمیده و اونقدر هم رقیق نیست و اینکه رد سفیدی اصلا نداره، خیلی زود جذب پوست میشه. ضد آفتابای رنگی درماتیپیکه، این جزء ضد آفتابای محبوب منه. اگه بخوام کرم پودر استفاده بکنم این ضد آفتابو اپلای میکنم روی پوستم به دلیل اینکه در حین اینکه رنگیه خیلی بافت سبکی داره، اصلا پشینه میشه. این مدلش مخصوص پوست خشکه، یه حالت آبرستانی خیلی باحالی هم به پوستتون میده.